فعال خوشبختانه در کنار ما هستند مزمل احمد رسولی. ایشان هم متعلم در لیسه خصوصی اخلاق. مزمل عزیز سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. به نام آن که نامش عزت پاک، به نام آن که نامش عزت پاک، گل از گل آفرید و آدم از خاک. عرض سلام خدمت شما همکاران عزیزتان و تمام عزیزانی که همین اکنون ما را از دریچه صبح معرف بیننده هستند. بنده مزمل احمد رسولی، فرزند عبدالجبار رسولی، یک تن از دانش آموزان مکتب خصوصی اخلاق متعلم صنف 8 می باشم. خرسند هستم که امروز در برنامه زیبای شما حضور سلامت باشین. مزمل عزیز، ما هم خرسند هستیم که خودتان حضور یافتین، آمدین از راه دور و چی آوردی به ما دست؟ یک پارچه شعری دارم که درباره معلم است، میخواهم در حضور شما و در حضور بینندگان دکلمه نمایم. بسیار زیبا. هم شنونده های عزیز ما مهربانی. چون کوه چون ستاره چو دریا معلم است، پویان و پرتموج و پایا معلم است. لولاک را برای معلم سرودند، لولاک را برای معلم سرودند. انگیزه نزول کرمنا معلم است. آن کس که کشت معرفت و کشت جهل را، آن کس که کشت معرفت و کشت جهل را، در مزرعه قلوب برویا معلم است. پهناور است سینه آینگون او، پهناور است سینه آینگون او، آینه به وسعت فردا معلم است. از این کویر ظلمت و از این کران نحس، از این کویر ظلمت و از این کران نحس، راه به سوی عالم بالا معلم است. آن کس که کشت معرفت و کشت جهل را، آن کس که کشت معرفت و کشت جهل را، در مزرعه قلوب برویا معلم است. بسیار زیبا، واقعا عالی بود و نمیشه که به اصطلاح یک پارچه شعر و به یک روز به اصطلاح معلم گرامی داشت روزش یا یادبودش. باید همیشه به استادان گرامی به اصطلاح احترام گذاشت. مزمل عزیز، خودت چقدر به استادای عزیزتان که در مکتب تدریس میکنه احترام داری و دوستشان داری؟ ما بسیار معلمای خود را دوست داریم و هر روز به معلمای خود ما صبح خیری و سلام علیک میکنیم و تمام معلمان ما را هم نیز دوست دارن و ما معلمای خود را دوست داریم. بسیار خوب. مزمل جان، کسایی که واقعا استادان گرامی خود دوست می داشته باشند مضمون و درسش هم به شکل خوب میخوانه، خودت بیشتر کدام مضمون میخوانی و کدام استادت از زیاد دوست داری؟ راسته بگو. من استاد عبدالوارث عزیزی را که پیشترم میمانتون بود با دوستم دارم و درسایشم خوب یاد میگیرم که به خاطر که امو کامپیوتر زیاد علاقه دارم و کامپیوترم در آینده بخیر پیش میخوام. میخوانین و در آینده خودت میخوای کدام رشته را انتخاب کنی؟ در آینده آرزو دارم که یک دکتر شوم که به خاطر که یک وظیفه مقدسی است و از این طریق میتونم به مردم خود بیشتر کمک نمایم و میخواهم در آینده یک دکتر شوم که مردم دیگه نیاز نباشه که به کشورهای دیگه برای تداوی برن. بسیار خوب. پس پیام یا گفتنی خودت به او متعلمین عزیز ما کم سن سال خودت هستن و هم علاقمند هستن که بخیر در آینده دکتر شوند، چی گفتنی داری؟ پیام ما به متعلمین و محصلین و بینندگان این است که یگانه راه پیشرفت و ترقی علم دانش آموختن علم و دانش است و باید زحمت بکشن و درس‌های خود را پیش ببرن و در هر درسی که خودشان خوششان میآید امور پیش ببرن و به سطح عالی برسان و خودت هم بخیر کوشش کنی و زحمت بکشی به مو اهداف که داری برسی. بخیر. سلامت باشین.